کسایی که از این دعوا میکنن میگویند که بعد از مرگ قبر نیست، قبر است، عذاب نیست، حساب کتاب نیست، سزا و جزا نیست. خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، و دم روی آنها برزخ است تا روز قیامت. و شخص که بمیرد دفن شود و یا که شهید شود و یا که میده شود، زنه شود و یا که ماهی بخوره یا در آب غرق شود و یا در آتش بسوزه، در اون دنیا جسم او را جمع کرده میشه، در او روح را پس داده میشه و از او حساب کتاب میشه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید حدیث دیگر در مقابل از این کسی که میگه بعد از مردن حساب کتاب نیست، سزا و جزا نیست. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید و شخص که بمیرد بر از او گفته می شود که به روز قیامت بعد از حساب کتاب این آخر مقام است، یعنی برای جنتی در جنت بعد از حساب کتاب روز قیامت این مقام است، و برای دوزخی بعد از حساب کتاب روز قیامت این آخری مقام است در دوزخ.